من کاری ندارم قیمت دلار چقدره، من کاری ندارم مسئولین دارن چی کار میکنن، من کاری ندارم اوضاع اقتصادی چجوریه. خدا ضمانت کرده رزق شما رو برسونه، بهش اعتماد کنید. خدا که عوض نشده که. خدا نگفته مثلا نرخ دلار از یه حدی رد بشه من دیگه خدای انصراف میدم، من دیگه استعفا میدم میرم کنار میشینم سر جا. خدا خداست، وعده کرده که رزق هر جنبنده ای رو برسونه. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. چرا به این خدا اعتماد نداریم؟ ببینید برادرها، ما به خدا اعتقاد داریم، اعتماد نداریم. آقای بهجت میفهمودن عصر تابستونی بود، من تو خونه مشغول استراحت بودم، شنیدم چند تا بچه دارن تو کوچه بازی میکنن. یکیو بازی نداده بودن این بچه‌ها، اون یه نفر که دماغش سوخته بود میگه الان میرم به مامانم میگم. آقای بهجت میفهمودن اگر به الله اکبر، الله اکبر، اگر به همین اندازه‌ای که این بچه به مادرش اعتماد داره ماها به خدا اعتماد داشتیم بارمونو بسته بودیم. ما اعتماد نداریم به خدا، میگیم یا الله، اما گوشه دلمون میگیم شاید فلان کاری برام کرد.